در روزهایی که بیشتر مهاجران تاجیک از روسیه به وطن برمیگردند، نرخ بلیط هواپیما از مسکو به دوشنبه یک بار بالا رفته است. روز 17 دکبر در چند نقطه بلیط فروشی به رادیوی آزادی گفتند نرخ بلیط در خط سیر مسکو دوشنبه تا 4,500 سامانی یا $400 است. این در حالی است که نرخ بلیط هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 1600-1700 سامانی است. نماینده یک نقطه بلیط فروشی در دوشنبه تصدیق کرد که سبب گران بودن نرخ بلیط مسکو دوشنبه با بازگشت مهاجران ربط دارد. مهاجران تاجیک در فصل بهار به روسیه میروند و در آخر تیر ماه و اول زمستان به وطن برمیگردند. خط سیر مسکو دوشنبه یک از راههای اساسی سفر مهاجران تاجیک است. شبانه روز در این مسیر تا 7 پرواز عملی می شود. از دوشنبه به یگان شهر دیگری اینقدر پرواز انجام نمی شود. گران بودن نرخ بلیط هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راههای زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند.